سلام بچه، این شیشه بالا و پایین کنه همین شیشه است که اینا برق خراب شدن. بتونی از این استفاده کنی، این شیشه رو بتونی بالا پایین کنی. بعدش هم این شیشه قفل کنه، این در قفل کنه، کلام عباد باشه. این دستگیری ماشینه، بیا تو. این کولرش یکم تمیز نشده باشه، آمریکاییه. این هم که جایه میتونید وسیله‌هایتون اونجا قایم کنی. این هم که دکمه چیه نمیدونم، کاپوتشه، صندوقه. این هم فرمونه، فرمون قشنگی دارم بچه. بعدش این فلش راهنما، این چیزا، نور بالا. این سیوچش همونجوری نیست که برقی باشه چون آمریکاییه. سیوچش به حالت خودکاریه، یعنی همینجوری که میبینی همینجور با کلید بسته میشه، درش قفل میشه. بعدش هم چون آمریکاییه، بعدش هم کلاجی ماشین چون دنده‌ایه. بعدش دستی داره، دستیش دراز، اینطوری میتونی رانندگی کنی. بعدش گفتم که بچه ها وقتی درش اون شکل باز و بسته میشه یعنی ماشین استارتش هم برقی نیست چون آمریکاییه. استارتش دستیه. آره، ضبطش همین پایینه که 2 تا جا داره. گفتی چی بود؟ این میتونه مثلا وسیله شد، وسیله. آره، همینجوری واسه ماشین رو بزرگ میکنم. بعدش همین دنده است. کنسولش که داغون بود معلومه، کنسولش افتاد. سانروف چی؟ سانروف هم داره؟ آره سانروف هم داره. البته دور کولرش کنده شده، این دکمهش کنده شده، سانروفش با اینا باز و بسته میشه. بعدش هم فروشن یکی از همکارای بابام با دست سانروفو بسته، نمیدونسته بعد با دکمه کلن ببنده. بعدش هم آب چکیده تو ماشین داشتم میشستم ماشینا. تخفیف هم داره بخوایم بخریم؟ آره، اما چون پول زیاد شده تخفیف بیشتر گرونتر میدن، چون آمریکایی دیگه ذره دیده چیز خورده، قیمتش آف خورده، قیمتش رفته پایین. بعدش هم این که بیاد تو بچه ها، این واسه صندوق باک بنزین، باک بنزین رو میکشید. باک بنزین. اینم صندل جلو عقب کنمون. تنظیم صندوق. آره، تنظیم صندلیش. گیر داره. آره گیر داره بچه. بعدش هم اینو که بکشید اینو تنظیم میکنه. آره عقب جلو میشه. بیایید تو. خب یه چیزی یادم رفت، ماشین کلاجیه چون با سیوچ چیز روشن میشه. دنده. آره دنده‌ایه. کلاجش خیلی شوله چون روغن. آره کلاجش نرمه چون روغن کلاج زیاد زدم به ماشین. بعدش مصرف. بعدش هم اگه میخوای صندل تو جلو عقب کنی نمیشه، افتاده داغون شده رو ماشین. بعدش هم اگر میخواید فرمانتون رو بالا پایین کنید اینو کافی فقط بدید پایین. الان اون کفاش جو افتاد ده. این واسه کاپوته دی بچه.
بعدش هم این که اینجا میبینید تو صندوقه. الان بکشم صندوق میخوره به فیدلیچی. میخواد بریم تو کاپیتانشو نگاه کنیم بریم.